به نام خدا. سلام بچه ها. امروز نمیدونم 22 23 چندم، یه لحظه صبر کنید. 25 خرداد 403 که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. خیلی هم میان این شماره مجازی رو مثلا میخوان بسازن اما تبلیغ میکنن، یا برای بازدید، افزایش بازدیدشون، برای لایک خور زیادشون و حالا غیر، معرفی کانالشون اینجا مثلا. بعد از این طرف هم ویدیو رو کات میکنن. من دیدم که الان ساعت 1 و من خوابم میاد. گفتم که بذارید من این ویدیو رو سریع بگیرم و ببینه که راحت میشه شماره مجازی گرفت. من فعلا فقط شماره مجازی گرفتنشه، شما رو خستم بهتون نشون میدم. خب بچه نها کنید، من چند تا فیلتر شکن دارم. خب شاید شما همه اینو داشته باشید، ممکنه داشته باشید. بعد منم اصولا از فیلتر شکن مد شده استفاده میکنم. خب بگذاریم ندیم از کدوم فیلتر شکن استفاده میکنیم. از یه لحظه صبر کنید، من میخوام موسشو بله، پوینتر لوکیشن فقط فعال کردم، این چیز خاصی نیست، فقط برای اینکه نشون بدم اینا کجا میخواد دست من کجا میره و اینجور مسائل. فقط من اینو دارم. البته بذارید من اینو اینجوری فعال نکنم، صبر کن بگم چی رو فعال کنم. کجا بود انقدر من خوابم میاد. بله این بهتر، این بهتر. خب بچه من از این فیلتر شکن استفاده میکنم، از این فیلتر شکن، اما چون یه مقدار برای من اینجا سرعتش کرد. اول از همه نکنید بچه، الان من به هیچی وصل نیستم اینترنت. خب چیکار میکنم؟ در درجه اول شما روی حالت هواپیما میذارید، این یک. دو، یه وای فای پیدا میکنید، هر وای فای بهش وصل میشید. این دومین کاری که میکنید. خب حالا من میرم وارد گوگل پلی استور میشم، وارد پلی استور میشم. خب بعد این پلی استور میبینیم که فیلتر شکن نداره. یه فیلتر شکنی فقط من وصل میشم، قیافش که دقیقا یه مقدار سرعت داشته باشه بتونم من تکست فیل رو به صورت با سرعت یه مقدار بیشتر بگیرم. البته ممکنه اونم سرعتش خوب باشه. فینسکرایب بود، چی بود اسمش؟ فینسکرایب. خب اتصال برقرار شد، میریم پلی استور. بله سرچ میکنیم تکست فری. خب تکست فری آخرین نسخه شو اینجا فقط نشونتون بدم. ببخشید کجا رفتم؟ نکنید 1269. خب یعنی بروزترین نسخه است. من جاییم که متاسفانه چون نت دارم از ایرانسل میگیرم، جاییم که یه مقدار آنتن بده
ولی مثلا شاید 1 کیلومتر، نیم کیلومتر برتر آنترمان بهتر باشه، شاید یه مدت سرعت کم باشه بابت همونه. من به هیچ عنوان هیچی رو کات نمیزنم بچه که ببینید. یه ویدیو هم زیاد شد دیگه خودتون بزنید جلو. صبر میکنیم تا 26 میگو به صورت بنزینی داره میگیره. بیا دیگه سری 100 تا رو بیا پر کن. من از اینترنت خودم استفاده کنم سرعت خیلی بیشتره. من فقط بگم که از نت ایرانسل گفتم دارم استفاده میکنم. شما از هر نتی میتونید استفاده کنید. از مودم هم استفاده نمیکنم، یه گوشی دیگه است که خودش سیم کارت و اشتراک گذاری کردم، هات اسپاتش رو روشن کردم و بله. به شما اهمیت نداره شما به کدوم فیلتر شکن اینو دانلودش کنید، تکست بیو دانلود کنید یا اون فیلتر شکن ایونت اسکرایب رو بخواید دانلود کنید. و اوپن نظرم سب کنید یه لحظه من اینو غیر فعالش کنم. خب بچه عزیز، من خودم این ویندسکریپی گرفتم، یه نسخه متدست گرفتم و باید ثبت نام کنید. فقط یه ایمیل میخواد و وقتی که ایمیل رو دادید یه کد تایید، یه لینکی میاد که شما باید وارد لینک بشید و تایید بشه این از طرف خود نرم افزار سرور و بعد شما وارد این نرم افزار میشید و فیلتر شکن و دقیق به شما میده. اینو بگم که باید این کار انجام بدید. من نسخه مود شدهش همینجوری گشتم تو اینترنت رو گرفتم. شما میتونید از گوگل پلی هم بگید، هیچ تفاوتی نداره. همین اولی رو میزنم، فقط منتظر میشه بس بشه. تازه این اولی هم بگید نگاه کنید اینجا
آنتنش اگه نگاه کنید اینجا میبینید کمتر از پایینی هستش، ولی من همون اولی رو میزنم تا ببینیم که هیچی هم تغییر نمیدم. یعنی بعضی هم میگن باید اینجا رو بذارید تو منوال و نمیدونم چی، هیچ، اینا همه علکی. تمام شد، بس شد. حالا که بس شد میام تکست رو باز میکنم، کانتینیو وید ایمیل میزنم، ساین اپ رو میزنم، کانتینیو رو میزنم، اجازه میدم، هر شماره دوست داری بزن، هر شماره دوست داری بزن. تمام شد. خب ایمیل میخواد، میام چیکار میکنم؟ اینو داشته باشید، این تمپ میل رو داشته باشید حتما. از ایمیل های داخل ذخیره شده گوشتون استفاده نکنید. آره شاید کسی بگه یه ایمیل الکی همینجوری بزن، من ایمیل الکی نمیزنم. خب چنجش میکنم، تغییرش میدم که بدونید که بالاخره چیز جدیدی میده. کپی میزنم. خب پیست، این قابل پیست شدن نیست، شد بنویسمش. حسن پسوردم، یعنی هم یه حرف بزرگ میخواد، هم عدد میخواد، هم حداقل 8 کاراکتر بود باشه، یکی از این سیمور ادسان و دلار و هر چی دوست دارید بزنید. خب اینا میزنیم این ساین اپ. قاعدتا نباید ارور بده. خب من رفت داخل یه رفت داخل اکسپت رو میزنم، الو رو میدم، هرچی بخواد الو رو میدم. خب میگه ریزیو مای میبی لیدر. تمام شد، وارد شد. احتیاج به هیچی نداره، هر کی به شما میگه که باید فلان کنی کات میکنه. اصلا نه سابسکرایبش کنید، نه لایکش کنید، نه براش کامنت بذارید، فقط برای تبلیغات بچه، فقط برای تبلیغات. این سرعت این ویندوز هم پایینه، برای من پایینه. حالا من از اینترنت شخص خودم استفاده کنم. خب این از من دیگه تستش نمی کنم. خب این همون الان نکن چند بار میرم داخل و میام 74 میبینیم. خب همون. خب الان من میام چیکار میکنم؟ بعد موقع که میخواین چیز، چون این پیامک نمیاد، شما اینو وایس میلش هم فعال کنید که هر موقع خواست، البته تماس گرفته میشه. حالا ایمیل نتون هیچ چیز دیگه هم نمیخواد. خب این از این. من الان یه بار دیگه از این میام بیرون نکنید. بعضی میگم باید کلیر دیتا کنی، چه کلیر دیتا بابا. دوباره لگاوت میکنم. این سرعت هم بازم دارم میگم به خاطر همین فقط و فقط سرعت نت سرور من، یعنی سرور من که دیگه همون گوشیه و
این ویندوز اسکرپ هم چند تا فیلتر شکر من تست کردم. ویندوز اسکرپ یه مقدار سرعتش حالا برای من پایینه. قطع شدش. ویندوز اسکرپ قطع شدش. آره هر از گاهی هم قطع میشه. حالا نمیدونم شاید نسخه مود شدهشه. اول من از گوشی اینم بگم مثلا الان گوشی چی دارم. اصلا ربطی به گوشی موشی ندارم. از گوشی هواوی هم دارم استفاده میکنم. دوباره کانتینیوتی ایمیل میزنم. ببخشید یه ساین کجا رفتم؟ یه ساین اپ. یه شماره دیگه بزنم. چند بزنم؟ چی دوست دارید بزنم بچه ها؟ 905 خوب اگه داشته باشه. خب میگه اینا رو بزنم اشکال نداره. من دوست ندارم اونا رو بزنم. یه چیز دیگه میزنم. مثلا ربطی نداره. همینجا الکی که انتخاب کنم. خب ایمیل میخواد. دوباره یه چیز جدید دیگه. حالا کنید برام پیامدش. این تب میل اگه این که میگه الان یه مقدار صورتش کمه باز میگم فقط به خاطر خود فیلتر شکن ویندوز کنم. خب یه وقت اگه وریفیکشن اومده شما داخل اینباکس خواستید بید اینجاست. یادتون باشه داخل ایمیل. خب باز دارم میگم کلی دیتا نکردم. 79 یکی میاد میگه آقا حتما باید از هات میل استفاده کنید. چرت. حتما باید از یاهو استفاده کنید. گوگل باشه فلان باشه. چرت. حتما باید کلی دیتا کنید. چرت. حتما باید فلان. من آخرشم میگم که چیکار کنید. نه احتیاج به کلیر دیتا داریم و فقط نه احتیاج به تنظیم ساعت دارید. یعنی یکی میگه ساعت رو برای کانادا تنظیم کن، ساعت رو برای فلان تنظیم کن، آمریکا تنظیم کن. ساعت هم به وقت ایرانه. فقط گذاشتم رو حالت هواپیما و وصل شدم به یه دونه وای فای اینترنت. آخرین نسخه تکس فیلم گرفتم و فقط هم فیلتر شکن ویندوز اسکرپ استفاده کردم. هیچ فیلتر شکن دیگه میگه همچین چیزی وجود داره ایمیل. خب من ایمیل رو تغییر بدم. یعنی خب این که وارد شد. خب ما آخرین میزنیم تکس ویت ADS با تبلیغات ADS ادورتایزمنت کنم مخفف ادورتایزمنت. اینو قبلا کسی سیو کرده. تموم شد. ببینیم 912 گرفته بودم. اینم فعال. هر چقدر دوست دارید در روز بی نهایت 100 تا 1000 تا شماره مجازی بگیر. همش هم تست کن. این هم از
بچه این اولین ویدیو آموزشی من بودش. زیاد من توی اینترنت و نیست اصلا هیچی ندارم که بخوام آدرس بدم بگم سابسکرایب کنید فلان کنید. اینو همجوری گرفتم بگم که آقا اینطوریه. کل صحبت های کسایی که میان یه مقدار با ادا و اطوار و نمیدونم هیجانات زیادی آدم این سری توضیحات مزخرف و چرت پرت میگن. ببخشید فقط به خاطر تبلیغات. بله ببینید که فشار اومد بهش قطع شد. دیگر الان احتیاجی ندارم چون الان میخوام اینو آپلودش کنم. از یه فیلتر شکن دیگه استفاده میکنم دیگه. بریم سراغ آپلودش. قربونشون خداحافظ.